به هیچ عنوان این 4 تا کار رو انجام نده، چون زندگی تو نابود میکنه. به خدا قسم که خودم انجام دادم، کلی آسیب دیدم. نمیخوام تو هم آسیب ببینی. مورد چهارمیش از همه مهمتره. پس ازت یه خواهشی که دارم اینه که این پست رو بفرستی برای صمیمیترین رفیقت. 1. مسئولیت زندگی خودت رو بپذیر، چون هیچ کس قرار نیست تو رو نجات بده. پس ناجی زندگی خودتی. 2. برای رسیدن به هدفت عجله نکن، چون شاید یه هدف 5 سال طول بکشه، ولی وقتی که برسی بهش توی 5 روز برات عادی میشه. 3. از اشتباه کردن خودت رو سرزنش نکن، چون خیلی ها هستن که جرأت اشتباه کردنم ندارن. و چهارمیش که از همه خیلی مهمتره اینه که خودت رو بیشتر از همه دوست داشته باشی و روی عزت نفست کار کنی، چون کسی که عزت نفس داره و خودش رو دوست داره میتونه به زندگی که لایقش هست برسه. به خاطر همین منم یه مینی دوره رایگان عزت نفس ضبط کردم و فقط کافیه که کلمه عزت نفس رو کامنت کنی تا برات لینکش ارسال بشه.